سلام، امروز اومدم براتون یه دونات خوشمزه درست کنم بدون عیب و نقص با گفتن تمام فوتوفن‌ها و ریزنکات که به هیچ مشکلی بر نمیخورید. اول همزن ارشیا رو بهتون معرفی میکنم. خیلی از هنرجوها دنبال یه همزن با کیفیت، با قدرت موتور بالا، شیک و خوشگل و با قیمت مناسب هستن. بین همزن‌هایی که من دارم ارشیا شده گل سرسبد همشون. یکی از مهمترین آپشن هایی که داره اینه که مفتولش به ته کاسه همزن میرسه، چون بعضی وقتا ما میخوایم مقدار کمی از مواد رو با همدیگه مخلوط کنیم یا کیک های خیلی کوچولو درست کنیم و این آپشن این کار رو برای ما ممکن میکنه. 3 مفتول داره: همزن، خامزن و این بازوی خمیرزنشه که در این ویدیو باهاش کار میکنیم و خمیر دونات رو باهاش درست میکنیم. حتما وارد پیجشون بشید. اگه از طرف من برید حتما بهتون تخفیف میدن. من ازشون کلی خرید کردم، داخل پیجم میتونید ببینید. میریم سراغ پخت دونات. این خمیر مایه فوریه، همه فروشگاه ها دارن، این شکلیه، نباید هوا خورده باشه. درشو ببندید و داخل یخچال بذارید و هر موقع میخواین استفاده کنید. یه قاشق از اون رو بردارید. نصف لیوان شکر داریم که یه قاشق از اون رو هم برمیداریم. روی خمیر مایه بریزید شکر رو و 1/4 لیوان آب ولر. آبی که داغ نباشه یا یخ نباشه، انگشتتون رو نسوزونه. درشو ببندید و 1 ربع استراحت بدید. اگر این شکلی شد و عمل اومد یعنی خمیر مایه سالم بوده. 2 دونه تخم مرغ رو که به دمای محیط رسیده با بقیه شکر که نصف لیوان بود مخلوط میکنیم. خمیر مایه فوری میریزیم. نصف قاشق چایخوری وانیل و 60 گرم کره ذوب شده اضافه میکنیم. 2/3 لیوان شیر رو هم که ولرمه و انگشت رو نمیسوزونه بهش اضافه میکنیم. همونطور که دیدید صدای خیلی کمی داره. من خمیر رو داخل همزن میخوام درست کنم. به حدود 4 لیوان آرد سفید قنادی که الک کردیم نیاز داریم. لیوان 4 رو کم کم بریزید تا خمیر سفت نشه، چون در نهایت دونات ما خشک و سفت میشه. اگر با دست هم ورز میدید حتما کم کم اضافه کنید و اون رو خیلی خوب 10 دقیقه تا 1 ربع ورز بدید. هر چقدر بیشتر ورز بدید خمیر شما کیفیتش بالاتر میره. نحوه ورز دادن به این شکله که خمیر رو به تخته کار منتقل میکنید و اون رو دائم باز میکنید و میبندید و به سطح کار میکوبیدش. اگر کمی چسبندگی داشت مثل نمک باش بهش آرد اضافه کنید، خیلی کم، و اون رو ورز بدید. با ورز دادن چسبندگیشو بگیرید. داخل کاسه از قبل چرب شده بذارید. خمیرتون نباید سفت باشه، این خیلی مهمه. یه برش روی اون بزنید و سلفون بکشید، روی اون رو بپوشونید و جای گرم 1 ساعت تا 1 ساعت و نیم اجازه بدید حجمش 2 برابر بشه. اگر محیط یخ باشه خمیرتون هم یخ میکنه و عمل نمیاد. خیلی مراقب باشید که این نکته رو رعایت کنید. پف خمیر رو بگیرید و به سطح کار انتقال بدید. اون رو با وردن پهن کنید به قطر 1 سانت. خمیر رو باز کنید به قطر 1 سانت. میتونید با لیوان و ته ماسوره هم قالب بزنید. کاغذ روغنی رو چرب کنید، آرد پاشی کنید و از همون دونه های اول دونات روی اونها رو بپوشونید، چون اگر هوا بخورن وقتی توی روغن رفتن ترک میخوره. پس این مشکل ترک خوردنش از اینجاست. روی اون حتما پوشیده باشه. روغن حتما باید با حرارت کم داغ بشه.
حرارتش باید کم باشه برای عزیزانی که میگن دونات ما مغز پخت نشده و وسطش خمیره. وقتی که دونات ها رو به شکلی که نشونتون دادم داخل روغن میذارید، خیلی راحت از کاغذ روغنی جدا میشه و دیگه نمیخواین بردارین و به روغن انتقال بدین، چون کش میاد و از حالت خودش خارج میشه. کاغذ رو که برعکس کنید، دونات خودش آروم توی روغن رها میشه. فوراً اون رو هر چند ثانیه یک بار زیر و رو کنید تا از دو طرف پف کنه، مغز پخت بشه. بازم تاکید میکنم حرارت زیر روغن کم باشه تا پف کنه و مغز پخت بشه. تا جایی که کاملا طلایی بشن روی پارچه یا دستمال بذارید تا روغن اضافه کشیده بشه. هم میتونید داخل شکر یا پودر قند بغلتونید، هم میتونید براش گاناش درست کنید. 2 قاشق غذاخوری خامه صبحانه رو با 100 گرم شکلات تخته‌ای تلخ مخلوط کنید. میتونید شیرین هم استفاده کنید. روی حرارت خیلی خیلی کم هم بزنید تا کاملا یک دست بشه. تا بسته نشده فوراً دونات ها رو داخل اون بغلتونید و با هر چی که دوست دارید تزیینش کنید. با شکلات تخته‌ای سفید هم میتونید این کار رو انجام بدید، هم با خامه هم بدون خامه. خب پس نکات مهمی که از اول ویدیو گفتیم چیا بود؟ یکی اینکه خمیر مایمون تازه باشه، هوا نخورده باشه. یکی اینکه آرد زیادی به خورد خمیر ندیم تا لطافت خودش رو داشته باشه و دوناتامون سبک بشن. یکی اینکه حتما خمیر رو خیلی خوب ورز بدیم، حداقل 10 دقیقه 1 ربع ورز بدیم. و اینکه روی دونات ها رو از همون اول که داریم قالب میزنیم بپوشونیم تا روشون خشک نشه و داخل روغن ترک نخورن. و اینکه روغن داغ باشه، حرارتش کم باشه تا دونات ها مغز پخت بشن. اگر نکاتی رو که بهتون گفتم رعایت کنید، دونات های یک دست و خوشگل و خوشمزه خواهید داشت. امیدوارم که این ویدیو رو دوست داشته باشید، برای عزیزانتون بفرستید تا اونها هم ببینن و استفاده کنن. سربلند و موفق باشید. نوش جان.